هموطن عزیز سلام. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همزمان با جشن 45 سالگی انقلاب اسلامی در راستای حمایت بیشتر از سبد غذایی خانوارهای دهک اول تا هفتم درآمدی اقدام به اجرای طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک کرده که 3 ماهه می باشد و پس از اون در آستانه ماه مبارک رمضان و عید باستانی نوروز مرحله دوم این طرح اجرایی شده. توی این طرح در هر مرحله به هر عضو خانوار دهک‌های اول تا هفتم مبلغ 220,000 تومان اعتبار جهت خرید 11 قلم کالا اعطا شده. با تهیه کالابرگ مبلغ یارانه ماهانه شما کسر نمیشه و البته میزان اعتبار تشویقی کالابرگی دولت که پیش از این مبلغ 120,000 تومان مازاد دریافتی یارانه هر عضو خانواده بوده به مبلغ 220,000 تومان افزایش یافته. اقلام کالابرگی که طبق نظر انستیتو تغذیه ایران انتخاب و تنظیم شده و بر مبنای قیمت اونها بر اساس سال 1401 حساب میشه که ما به تفاوت قیمت سبد مبنا با قیمت روز از محل یارانه جدید دولت تأمین میشه. در واقع قیمت روز این اقلام که شامل شیر، پنیر، ماست کمچرب، تخم مرغ، گوشت منجمد، مرغ، روغن مایع، ماکارونی، قند و شکر، برنج و حبوبات میشه به ازای هر نفر 743,750 تومانه که مبلغ 220,450 تومان اون رو دولت به عنوان ما به تفاوت سال 1401 میپردازه و خانوارها قیمت مبنا که همون 523,000 تومان هست رو پرداخت خواهند کرد. دولت برای تهیه کالابرگ در سراسر ایران حدود 220,000 فروشگاه خرد و فروشگاه زنجیره‌ای رو در نظر گرفته که لیست این فروشگاه‌ها توی نرم افزار شما قرار گرفته. مشمولین طرح میتونن برای نصب این نرم افزار با مراجعه به اپلیکیشن بازار، مایکت یا سایت shoma.sfara.ir اقدام به دریافت و نصب این نرم افزار کنند. هر دوره طرح توزیع کالابرگ 1 ماهه بوده که از 18 هر ماه تا 18 ماه بعدی انجام میپذیره و مردم میتونن برای پرهیز از به وجود آمدن صف‌های طولانی در طول ماه خرید خودشون رو انجام بدن. یادتون باشه وقت مراجعه به فروشگاه با هر کارت بانکی به نام سرپرست خانوار میتونید خرید خودتون رو انجام بدید.